خب عزیزای دلم، ببینید یه دونه گوشیه با کوکسیل برام اومده. مشکل شارژ داره، وقتی که به شارژ میزنیم هیچ عکس العملی برای شارژ نشون نمیده. ببینید اینجا رو صفر. این گوشی سوکت شارژش رو ما تعویض کردیم. سوکت شارژش به این صورت در اومده بود. سوکت شارژش کلا خراب شده و سوکت شارژ عوض کردیم، ولی باز دیدیم گوشی شارژ نمیشه. قسمت پایین رو دوباره باز بکنیم. از برد شارژمون یه ولتاژ میگیریم. الان 5 ولت برد پایینمون ولتاژ داره. اکثر فلت‌های پوکو X3 از کناره های این فلت پیدا میکنن، هم رو قسمت بالا هم رو قسمت پایین، که اکثرا این فلت رو تعویض میکنن، ولی این فلت رو میشه تعمیر کرد. ما تعمیرش میکنیم و بعد خب عزیزای دلم، فلت رو تعمیر کردیم. ببینید الان میزنیم به شارژ. اینجا داره الان 6 تا جریان میکشه و این هم درصد شارژ.